صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدا یکتا و ای قادر مطلق، ای مهربان مهربانان و ای پدر آسمانی، چشمان خود را به سوی تو دوخته و دستهای خود را به سوی تو برافراشته و قلبهای خود را تسلیم تو ای مهربان خدا کرده ایم. تو خالق مهربان ما هستی که ما را با تمام خطایا و شرارتها هنوز دوست داری و ازمون دعوت میکنی که توبه کنیم و به سویت باز آییم. خداوندا، ثمرات خطایا و گناهانمان بسیار است و میدانیم که همین خطایا و گناهان ماست که خودمون رو در قهقرای ظلمت و به دور از تو قرار داده است. تمنا میکنیم ای خداوند، نور فیض بخش خودت را بر ما بتابان تا تو را دیده و با توبه کردن از اعمال گناه‌آلود خود به سوی تو آمده و حیاتی تازه و زندگی نوینی را آغاز کنیم تا برای تو و به خاطر تو زیست نماییم. بار الها، شکرت میکنیم که توسط زندگی و اعمال و کردار و گفتار عیسی مسیح ما قادریم اراده تو را دانسته و با قدرت روح القدست در آن زندگی کنیم. پس ای مهربان خدا، خودمون را تسلیم تو میکنیم. تمنا این که ما را در پناه مقدست حفظ فرما تا از هر خطا و گناه پرهیز و در راستی و عدالت و پاکی و نیکی پیش رویم. این تمنا را به نام مقدس منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح مقدس، کلمه آشکار شده تو می‌طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. با درود مجدد بر عاشقان حق و شیفتگان خدا، توجه خود را به کلام مقدسش معطوف می‌کنیم و در ادامه مطالعه زندگی عیسی مسیح کلمت الله از فصل 11 انجیل مقدس به قلم متی حواری طریق شایسته و مقبول پسند خدا را یاد گرفته و با پیروی کردن از آن اراده خدا را طی می‌کنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که گفتار مقدس عیسی مسیح که جلال برنامش باد را براتون بخونم تا باعث برکت همه ما بشه. عیسی مسیح در طول ایام نبوت و دعوت خود به سراسر یهودیه و اسرائیل مسافرت کرده، بیماران را شفا میداد و بشارت خدا را به سمع مردم رسانیده، کلام را موعظه مینمود و آنان را دعوت به توبه میکرد و اعلام کرد که ملکوت آسمان نزدیک است. ملکوت آسمان نزدیک است. مطابق پیشگویی عهد عتیق یا تورات، ابتدا قوم یهود که فرزندان ابراهیم محسوب می شدند و در زمان مسیح نیز یگانه قوم یکتا پرست بودند، می بایستی اول پیام نجات را بشنوند
و برای همین بود که او به دهات و شهرهای مختلف اسرائیل رفته و در همه جا مردم را دعوت به پذیرفتن کلام خدا و مژده آسمانی می‌کرد. در فصل 10 12 رسول خود را به شهرها و دهکده‌هایی که خودش نرفته بود می‌فرستد. به آنان قدرت عطا می‌کنه تا مریضان را شفا دهند و ارواح خبیث را بیرون کنند و امر می‌کند که بروید نزد این گوسفندان گم شده، بروید نزد این گوسفندان گم شده و آنان را به سوی آغل هدایت نمایید. یادآوری می‌کنم که در این اثنا وقتی که مسیح آنان را می‌فرسته، خودش نیز به تنهایی به دیارهای دیگر می‌رود. چرا؟ چون می‌خواست اول تمام قوم بنی اسرائیل پیام او را بشنوند. مسیح آنان را به عنوان پیامبران صلح، رسولان صلح در میان مردم می‌فرستد، اما در این اثنا به آنان یادآور می‌شود که اگرچه آنها حامل پیام صلح و سلامتی و مژده الهی هستند و بشارت خدا را به سوی مردم میبرند، ولی دنیا که در ظلمت است و اسیر اهریمن رفتار وحشیانه‌ای نسبت به آنان خواهد داشت. میگوید من شما را همانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم. من شما را همانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم. و البته علتش اینه که آنان حامل پیام نور و راستی و قدوسیت هستند، پیامی که شیطان بر علیه آن مبارزه می کند. عیسی مسیح آنان را وارد یک جنگ معنوی و روحانی می نماید. می گوید بروید کلام مرا به گناهکاران برسانید و مسلماً شیطان در این مورد سکوت نخواهد کرد. فصل 11 بازگو کننده اتفاقاتی است که پس از پایان اوامر عیسی مسیح به رسولانش به وقوع می پیوندد و در واقع دنباله زندگی عیسی مسیح می باشد. گوش کنید به کلام خداوند. از انجیل مقدس متی فصل 11 براتون می خونم. و چون عیسی این وصیت را با 12 شاگرد خود به اتمام رسانید، از آنجا روانه شد تا در شهرهای ایشان تعلیم دهد و موعظه نماید. و چون یحیای پیغمبر در زندان اعمال عیسی را شنید، 2 نفر از شاگردان خود را فرستاده بدو گفت بروید و از او بپرسید آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟ عیسی در جواب ایشان گفت بروید و یحیی را از آنچه شنیده اید و دیده اید اطلاع دهید که کوران بینا می‌گردند، لنگان به رفتار می‌آیند، ابرسان طاهر می‌شوند و کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و فقیران بشارت ملکوت را می‌شنوند و خوشا به حال کسی که در من نلغزد. در این 6 آیه یحیای تأمین دهنده 2 رسول را می‌فرستد تا از عیسی مسیح سوالی کنند و در واقع ما با سوال یحیی از مسیح روبرو می‌شویم. در آیه اول می‌فرماید وقتی عیسی این وصیت‌نامه که مقصود دستوراتی است که در فصل 10 به شاگردانش داد به پایان میرسونه، خودش هم به شهرهای اطراف میره تا به مردم تعلیم بده و موعظه بنماید. او میدانست که فرصت پذیرفتن و دعوت الهی برای همیشه نیست. بنابراین نه فقط شاگردانشو میفرسته بلکه خودش هم به دهات‌های مجاور میره. وقتی یحیای پیغمبر که در این موقع در زندان بود خبر معجزه‌های عیسی مسیح رو میشنوه، 2 نفر از شاگردانش رو پیش عیسی میفرسته تا از آنها بپرسن که آیا شما واقعا همان کسی هستی که چشم برایش هستیم و یا منتظر کسی دیگری بمانیم؟ یحیای پیغمبر به خاطر شهامت در بیان و به خاطر متهم کردن پادشاه وقت به خاطر عمل نادرست زنا در زندان افتاده بود و هر آن بیم آن میرفت که جان خود را از دست بدهد. او پادشاه را شدیداً نکوهش کرده بود که چرا زنا کرده است و پادشاه وقت یحیی را میخواست بکشه، ولی دنبال فرصت میگشت. چرا؟ چون میترسید اگر در آن دم یحیی را بکشه مردم شورش کنند و او را بکشند. بنابراین یحیی را در زندان انداخته بود. حالا یحیی انتظار داشت که عیسی مسیح سلطنت دنیوی را نیز به عهده بگیره و با قدرت خدایش حکومت کامل همراه با عدالت و انصاف در این عالم برقرار نماید و او نیز از زندان آزاد بشه.
ولی هر چقدر بیشتر صبر کرد کمتر امیدی به آزادیش بود. پس نسبت به پادشاه بودن عیسی مسیح در این عالم شک میکنه و 2 نفر از شاگردانش رو نزد عیسی مسیح میفرسته تا از او سوال کنن که آیا او همان مسیح موعود است و یا باید منتظر کسی دیگری باشند. وقتی عیسی مسیح سوال یحیی را میشنود، او را به خاطر این سوال و شک نکوهش نمیکنه. مسیح متوجه شده بود که یحیی چگونه فکری داره. پس با دادن چنین پاسخی توجه یحیی را به یک حقیقت مهمی جلب میکنه و آن اینه که پادشاهی او خاکی و دنیوی نیست، بلکه پادشاهی آسمانی می باشد. پادشاهی است که بر قلب‌های مردم حکمرانی میکند و قلب‌ها را از اسارت اهریمن میرهاند و به سوی خداوند میاره. عیسی مسیح به شاگردان یحیی میگوید بروید و معجزاتی را که از من دیدید برای او تعریف کنید. به او بگویید که نابیناها بینا میشن، لنگها راه میافتند، جزامیها خوب میشن، کران شنوا میشن و مرده ها زنده میگردن. به او بگویید که من به فقرا خبر خوش میدم. همچنین به او این پیغام را بدهید که خوشا به حال کسی که به من شک نکند. جوابی که عیسی مسیح به یحیی میدهد بازگو کننده نوع سلطنتی است که او پادشاه آن میباشه و در واقع جواب مثبتی است به خود یحیی که او همان است که بایستی بیاید. عیسی مسیح قدرت را بایستی به دست گرفته باشه. حالا به عبارت دیگر نشون میده که عیسی مسیح قدرت سلطنت را داشت و داره فرمان روایی میکنه. عمق جوابی که عیسی مسیح میدهد را باید در لابلای آیات تورات بیابیم. به عبارت دیگر وقتی یحیی جواب مسیح را میشنوه کاملا متقاعد شده بود که عیسی همان موعود است. چرا؟ چون با آیات تورات کاملا آشنایی داشت. زیرا جواب عیسی مسیح مستقیما اشاره به آیاتی است که در تورات مقدس در مورد ظهور پادشاه سرمدی و نجات دهنده موعود یعنی ماشیه بوده است. عیسی مسیح توجه یحیی را به پیشگویی که اشعیا پیامبر در مورد او کرده بود جلب می‌نماید. پیامبری که درباره خود یحیی نیز پیشگویی‌هایی کرده بود و در واقع عیسی مسیح جوابی که می‌دهد نقل قول از کتاب اشعیا نبیه که در فصل 35 از آیه 4 الی 6 در مورد ظهور آن نجات دهنده موعود بیان شده است. میگوید به دلهای ضعیف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می آید، او با عقوبت الهی می آید و شما را نجات خواهد داد. آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران مفتوح خواهد گردید. آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. جوابی که عیسی مسیح برای یحیی میفرستد بسیار واضح و آشکار بود که او همان کسیه که پیامبران اسبق وعده آزادی آن را دادند و خوشا به حال کسی که در این مورد شک نکند. چرا؟ چون شک و تردید از بزرگترین وسیله های اهریمنیه و غالباً در قالب سوال به بشر آشکار میشه. آن 2 شاگرد یحیی میبینند خودشون شاهد معجزات عیسی مسیح بودند، چون که آنجا ایستاده بودند و میدیدند که عیسی چگونه کوران را بینا میکنه، لنگان را خرامان میکنه، مریضان را با کلامی شفا میدهد. پس میروند تا یحیی را از آنچه که عیسی مسیح فرموده و انجام داده و با چشمان خود شاهدان بودند رو آگاه کنند. وقتی آنان از محل دور میشن به طرف یحیی میرند، عیسی مسیح در مورد یحیی شروع به تعریف و تمجید میکنه. جماعتی که دورش جمع شده بودن مات و مبهوت بودن. پس مسیح از آنها سوال میکنه و در واقع با سوالش یحیی را سرافراز میگردانه. در آیه 7 و 8 اینطور میخوانیم: و چون ایشان یعنی شاگردان یحیی میرفتند، عیسی به آن جماعت درباره یحیی آغاز سخن کرد که به جهت دیدن چه چیزی بیرون شدید؟ آیا نی را که از باد در جنبش است، یا مردی را که لباس فاخر دارد؟
اینک آنانی که رخت فاخر می پوشند در خانه های پادشاهان می باشند. دوستان، یحیی در بیابان زندگی می کرد. لباسش از پشم شتر بود و یک مردی بود که ظاهر بسیار خشن داشت. مسیح میگوید برای چه شما به بیابان رفتید؟ آیا به خاطر دیدن لباس رفتید؟ جواب این بود که نه. چرا؟ چون لباسهای شیک را در قصرها باید دید، نه در بیابان. بعد میپرسد آیا اگه برای دیدن لباس نرفتید، پس برای چه به بیابان رفتید؟ آیا برای دیدن یک نبی؟ میگوید بله، شما به بیابان رفتید تا یک نبی را ببینید، بلکه از یک نبی بزرگتر، زیرا او همان است که در تورات درباره او مکتوب است که اینک من رسول خود را پیش روی تو میفرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. عیسی مسیح به آنان میگوید شما به بیابان نرفتید تا مردی را ببینید که مثل یک علفی که با هر بادی میلرزد ببینید، بلکه به بیابان رفتید تا یک نبی بسیار بزرگی را ببینید. بعد میگوید او نه فقط یک نبی بود، بلکه از یک پیغمبر هم بزرگتره. چرا؟ زیرا او همان کسیه که در کتاب آسمانی تورات در بارش نوشته شده، پیشگویی شده که او پیش روی من می آید. او پیشی رو من است تا مردم را آماده سازد که مرا بپذیرند. عیسی مسیح در اینجا می بینیم که یحیی را حتی از موسی و ابراهیم و نوح و داوود و سلیمان برتر و بزرگتر می شمارد، به طوری که در آیه 11 میگوید هر آینه به شما میگویم که از اولاد زنان بزرگتری از یحیی تعمید دهنده بر نخواست، لیکن کوچکتر در ملکوت آسمان از وی بزرگتره. حالا ببینیم که مقصود مسیح از قسمت دوم این آیه چیه؟ مقصود از این که کوچکترین در ملکوت آسمان از وی بزرگتر است یعنی چه؟ دوستان، کسانی که به وسیله عیسی مسیح وارد ملکوت خدا گرویدند، آنان بزرگتر از یحیی می باشند. وقتی مسیح به این جهان آمد، او افراد را دعوت نمود که بزرگتر از یحیی محسوب شوند. چرا؟ زیرا این افراد به وسیله ردای عدالت عیسی مسیح در حضور خدا پوشیده می شوند. به وسیله فیض مسیح عادل شمرده می شوند. یحیی در واقع جزو پیامبران عهد عتیق و یا جزو دوره شریعت محسوب میشه، ولی آنانی که به وسیله عیسی مسیح برگزیده شده، آنان که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح وارد ملکوت خدا میشوند، آنها جزو عهد جدید و یا در دوره فیض خدا وارد ملکوت الهی میشوند و بین این دو تفاوت بسیار عظیمی است. زیرا ما به وسیله خون عیسی مسیح وارد ملکوت خدا شده ایم، نه به وسیله شریعت. حالا به آیات 12 الی 15 توجه میکنیم. این آیات از مشکل ترین آیاتی است که در تورات و انجیل مقدسه و بایستی اعتراف کنیم که درک آن آسان نیست. میفرماید و از ایام یحیی تعمید دهنده تا الان ملکوت آسمان مجبور می شود و جباران آن را به زور می ربایند، زیرا جمیع انبیا و تورات تا یحیی اخبار می نمودند و اگر خواهید قبول کنید همان است الیاس که باید بیاید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. حالا دوستان، دلیل درک این آیه و مشکل بودن آن اینه که کلمه زور رو در اینجا بیان میشه و این کلمه رو میتوان به دو نوع تعبیر کرد و آن نیروی درونی و یا نیروی بیرونی. نیروی اهریمنی، نیرویی که از خارج سعی در نابودی ملکوت رو داره، ولی در عین حال هستند کسانی که قلباً و با تمام وجود خود را وقف ملکوت خدا کرده و در این راه استقامت نشان میدن که خود نوعی زور محسوب میشه. یعنی آنان میخوان حتی با زور هم که شده وارد ملکوت خدا بشوند. چرا؟ چون قلباً اشتیاق دارن که خدا را بشناسن. این حالت بازگو کننده نیاز شدید آنان و ناچاری آنان را میرسونه. مانند آن جوانی که در فصل 8 که در جلو پای مسیح افتاد و گفت ای استاد، هر جا بروی من تو را پیروی خواهم کرد، هر چقدر هم برایم گران تمام بشه. اجازه بدید که این آیات را به زبان ساده تر یک بار دیگر بخونم و از خداوند خودتون بخواهید که معنیشو براتون تفسیر کنه. میفرماید از وقتی که یحیی به موعظه کردن و دادن قدس تعمید شروع کرد تا به حال مردم با سلطنت خداوندی مخالفت میکنن و میخواهند به زور بازوی خود
آن را برقرار نمایند. تمام نوشته های تورات و پیغمبران تا ظهور یحیی از چیزهای خبر می‌دادند که میبایستی بعداً اتفاق بیفتد. اگر حقیقت را بتوانید قبول کنید، باید بگویم که یحیی همان الیاس پیغمبر است که کتاب آسمانی میگوید باید بیاید. پس گوشهایتان را خوب باز کنید و این حرفا را بشنوید. یحیای تعمید دهنده پیشگویی تورات را به انجام میرساند، پیشگویی که در کتاب ملاکی نبی فصل 3 از آیه 1 آمده است که میگوید اسرائیل بشنو، اینک نجات دهنده وارد می شود. اسرائیل عیسی مسیح را در ظهور اولش رد می کنند، او را نمی پذیره. در این فصل ما شاهد آن هستیم که در سایه این آیات رد عیسی مسیح از جانب یهودیان این سوال را پیش می آید که اگر اسرائیلی ها بار اول عیسی را میپذیرفتند، آیا مسیح ملکوت آسمانیش را برقرار میکرد و آیا یحیای تعمید دهنده الیاس میشد؟ زیرا آمده است که قبل از ظهور ملکوت خدا بار دیگر الیاس خواهد آمد. جواب این سوالها مثبت است. حالا شاید بپرسید که از کجا ما میدانیم جواب این سوالات مثبته؟ جوابی که من دارم دوستان اینه که من خودم نمیدانم، ولی میدانم آنچه که مسیح گفته حقیقت محضه. من نمیتوانم تمام عکس و هدف و نقشه الهی را ببینم، ولی میدانم جزئیاتی که عیسی مسیح برای ما بازگو کرده جزو نقشه خداست و در این نقشه خدا هنوز جزئیاتی است که بر من و شما پوشیده مانده. ولی آنچه که مسلمه اینه که اسرائیلی ها عیسی مسیح را نپذیرفتند و او را رد کردند. با آنکه تمام معجزات عیسی مسیح در اسرائیل بود و هزارها نفر به دست مبارک او زندگی تازه یافته بودند، ولی او را قلباً رد کردند. و وقتی او را که نپذیرفتند، مسیح آنان نیز رها می کند و به سوی دنیا روی می آورد، مطابق کلام خدا که اول نجات از یهود و بعد به تمام دنیا. وقتی که عیسی مسیح می‌بینه که یهودی‌ها او را نمی‌پذیرند، در آیات 16 و 17 قوم یهود را این گونه تشریح می‌کند. می‌گوید این طایفه را به چه چیز تشبیه کنم؟ یا یهودیان را به چه چیزی تشبیه نمایم؟ اطفالی را می‌مانند که در کوچه‌ها نشسته و رفیقان خود را صدا زده می‌گویند برای شما نی نواختیم، رقص نکردید، نوحه‌گری کردیم، سینه نزدید. زیرا که یحیی آمد نمی خورد و نمی آشامید، میگویند دیو دارد. پسر انسان آمد که می خورد و می نوشد، میگویند اینک مرد پرخور و میگسار است و دوست باجگیران و گناهکاران. لیکن حکمت از فرزندان خود تصدیق کرده شده است. لیکن حکمت از فرزندان خود تصدیق کرده شده است. عیسی مسیح در اینجا می‌بینیم که رو به یهودیان میکنه و این ملت را به خاطر سخت دلی، به خاطر رد کردن او و نپذیرفتنش اینطور نکوهش میکند. میگوید شما افراد بهانه‌جو هستید، مثل بچه‌های سر کوچه اید که در وقت بازی با بی‌حوصلگی به همبازی‌های خود میگویند نه به ساز ما برقصید و نه از نوحه‌گری ما گریه کنید. چرا؟ چون به یحیی که لب به شراب نزد و اغلب روزدار بود میگویید او دیوانه است، او نمیشه یک پیغمبر باشه. چرا؟ چون خشن، لباساش نامرتبه و همیشه روزه داره، اجتماعی نیست. میگوید من که مسیح هستم، با گناهکاران میخورم و مینوشم. میگویید که پرخور و همنشین آدمهای فاسد و گناهکاره. اگر عاقل بودید ای یهودی ها این حرفا را نمیزدید و میفهمیدید چرا او چنان میکرد و چرا من این چنین میکنم. به عبارت دیگر آنان بصیرت معنوی نداشتند، نتونستند علت و حکمت رفتار یحیی و عیسی را بفهمند. عیسی مسیح مردمی که فقط انتقادگیر هستند را نکوهش میکنه و میگوید شما هدفتون فقط تفرقه رفتن از حقیقته. وقتی یحیی شما را با پیامش محکوم کرد و در واقع شما به وسیله کلامش متوجه شدید گناهکارید، به جای اینکه توبه کنید و ملزم شده از گناهان خود دست بردارید، یحیی را دیوانه پنداشتید.
گفتی که او نمیتوانه از جانب خدا بره. چرا باشه؟ چرا؟ چون که وضع ظاهریش مطابق استاندارد شما نبود. نحوه گفتارش به عنوان پیغمبر خدا مقبول پسند شما نبود و چون غالبا روزه میگرفت و با شما معاشرت نداشت، شما او را نکوهش کردید که اون نمیتونه از جانب خدا باشه. تنها چیزی که در قبال پیام و دعوت او کردید انتقاد بود ای یهودی ها. حالا من آمدم برخلاف یحیی در بیابان نیستم، اجتماعی هستم، با شما میخورم و مینوشم، با شما هم سفرم. وقتی پیام مرا میشنوید و پیام من شما را ملزم میکنه، به جای اینکه آن را بپذیرید دوباره آن را رد میکنید و میگویید من هم نمیتوانم از جانب خدا باشم. چرا؟ چون با مردم گناهکار در معاشرت هستم. سپس عیسی مسیح میگوید شما فقط ایرادگیر هستید، شما از حقیقت فرار میکنید، خودتون نمیدانید چه میخواهید. معیار شما برای شناختن پیام آور بسیار غلط و نادرسته. دوستان عزیز، امروز نیز افرادی هستند در این دور زمانه، درست مثل زمان عیسی مسیح، نمیشه اونان رو اصلا راضی کرد. آنها واعظینی را که باب ذوقشون نباشه رد میکنن. یکی را به خاطر خشک بودن در زندگی و رفتار و دیگری را به خاطر تند بودن پیام مورد انتقاد قرار میدهند. انسان‌های زیادی هستند که به هیچ وجه نمیشه رضایتشون رو به دست بیاوریم و این نوع افراد در زمان مسیح بسیار بودند و امروز هم بسیارن. و این آیات در واقع بازگو کننده این واقعیته که من و شما نبایستی در برابر کلامی که میشنویم بلافاصله عکس العمل شدید نشان بدیم، بلکه گوش بدیم، روی آن فکر کنیم و حقیقت را بیابیم. حالا چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که با شما خداحافظی کنم و دنباله آیات را در برنامه دیگر خدمت شما بیان کنم. ولی این را بدانید که ما بایستی وقتی که کلام را میشنویم حکیمانه رفتار کنیم و ببینیم که کلامی که خداوند عطا کرده است اگر به مذاق ما هم شیرین نمیاد، آیا واقعا حقیقت یا نه؟ حقیقت را بپذیریم و از آن پیروی کنیم. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.